حالا که درباره اضطراب صحبت کردیم، بیاید درباره راه‌های مقابله با اضطراب بگم. راهایی که شخصا استفاده کردم و خیلی بهم کمک کرده. اولیش تنفس دیافراگمی هستش. یکی از موثرترین تکنیک هایی که استفاده می کنم تنفس دیافراگمی یا همون تنفس شکمیه. این روش به شما کمک میکنه تا تنفس عمیق‌تر و آرامتری داشته باشید. برای این کار صاف بشینید یا اینکه دراز بکشید. یه دستتون رو روی سینه و دست دیگر رو روی شکمتون بذارید. نفس عمیقی بکشید به طوری که شکمتون به سمت بالا بیاد و قفسه سینه تقریبا ثابت بمونه. بعد آروم نفس رو میدید بیرون و سعی کنید همه هوای ریه‌هاتون رو خالی کنید. این تمرین خیلی ساده است، اما با تمرین مداوم میتونه اضطراب رو کاهش بده و به شخصه هر وقت احساس تنگی نفس یا استرس دارم با چند دقیقه تنفس دیافراگمی تونستم به آرامش برسم. تو ویدیو بعدی روش‌های دیگرم میگم. لطفاً سابسکرایب کنید و ویدیو بعدی رو دنبال کنید.